داستان داره؟ روز ازدواجیته؟ بچه ها منظورم اینه که این یه سنت قدیمی ایرانیه که مردم آخرین چهارشنبه سال جشن میگیرن، شادی میکنن. فکر کنم شادی ترکید. زمانهای قدیم مثل الان نبوده که آتیش روشن میکردن، از روش میپریدن، قابلمه برمی داشتن، بچه ها رفتن دم خونه ها ازشون خوراکی میگرفتن. یه تلفن مهم دارم، تلفنمو صحبت کنم میبرمتون بیرون، شما هم چهارشنبه سوری یه ذره خوش بگذرونید باشه؟ آدی اینا 1 سال تمام ما گفتن چون آتیش میزولونی امروز واقعا آتیش درست کنی باشه نخورده دهن سوخته نشی. من بنزین میریزم صندق بزن 3 2 1. یو خدا بچه چی شد؟ آتیش روشن کردیم خواستیم ما از روش بپریم اون از رو ما پرید. چی میگی؟ دیدارا کو؟ خواهرتون کو؟ پوکش اینجاست خودش رفت هوا. یا خدا